انقلاب تابستانی، طولانی ترین روز سال، خورشید در اوج آسمان، مصادف با جشن تیرگان ایرانی. من مهدی رکنی هستم، اینجا آسترو مهدی. درود به همه عزیزان، خیلی خوشحالم که با یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. اینجا آسترو مهدیه. ممنون میشم ما رو سابسکرایب و لایک بکنید اگر ویدیو رو دوست دارید. تو این ویدیو میخوام راجع به انقلاب تابستانی صحبت بکنم. واژه‌ای که ممکنه بشنویم اما ماهیتش رو ندونیم. و انقلاب تابستانی چیزیه که برای دانستن اون احتیاج داریم یه دانش پیش زمینه‌ای از زمین، چرخش اون و وضعیت خورشید توی آسمون داشته باشیم. و وقتی درک مناسبی از این داشته باشیم، علاوه بر این که انقلاب تابستانی رو درک می‌کنیم، بقیه فصل‌های سال رو هم می‌تونیم به راحتی درک کنیم و متوجه این شرایط بشیم. خب این ویدیو ما 3 بخش داره. بخش اول که به کمک تصاویر من به اصطلاح چرخش زمین به دور خورشید و وضعیت‌های مختلفش رو به شما توضیح میدم. توی بخش دوم میریم سراغ نرم افزار استلاریوم و از درون اون با شبیه سازی وضعیت آسمون، وضعیت انقلاب تابستانی و بقیه فصول رو توی نرم افزار شبیه سازی میکنیم که واقعا چه اتفاقی میفته. ما تایم اینو نداریم بخوایم مثلا 3 ماه 4 ماه صبر بکنیم، هر دفعه یه جا همه رو توی نرم افزار شبیه سازی میکنیم و بهتر میتونیم درک بکنیم که آسمون و موقعیت خورشید توی آسمون چه تغییری میکنه. و در پایان هم یه بررسی مختصری راجع به جشن باستانی ایرانی، جشن تیرگان خواهیم داشت و راجع به اون هم صحبت میکنیم. بریم سراغ انقلاب تابستانی. خب برای اینکه ما یه درکی از این موضوع داشته باشیم، اول اینو بگم که انقلاب تابستانی روز 1 تیر اتفاق میفته و ما 4 تا وضعیت داریم. 2 تا انقلاب که راجع به اینو صحبت میکنم و 2 تا اعتدال. 2 تا اعتدال در اول بهار و پاییز و 2 تا انقلاب در اول زمستان و تابستان. چرا این اتفاقا میفته؟ برای درک این موضوع ما باید راجع به زمین اطلاعات داشته باشیم. همه ما این کره‌های جغرافیایی رو دیدیم. زمین روی این کره صاف و عمودی وای نستاده. یک انحراف اینجوری داره. تقریبا معادل 23.5 درجه زمین نسبت به محور چرخشش به دور خورشید که اصطلاحاً ما بهش میگیم صفحه منظومه شمسی که از مرکز خورشید میگذره و تقریبا همه سیارات یا روی این صفحه یه ذره اختلاف دارن نسبت به این صفحه که محور چرخش به دور خورشید محسوب میشه. 23 و خورده ای، من میگم 23.5 درجه انحراف داره. همه این بلاهایی که در طول سال سر ما میاد، از سرد شدن هوا، گرم شدن، بهار، پاییز، زمستان، بالا اومدن خورشید، پایین اومدن خورشید و همه 6 ماه شب 6 ماه روز توی مثلا برخی از مناطق، همه برمیگرده به این 23.5 درجه انحراف. یعنی این اگر نبود اصلا فصل ها مفهومی نداشت. چون اصلا میدونیم برخی از نقاط زمین تقریبا فصل معنا نداره که حالا کاری به اون نداره. خب پس زمین یک انحراف 23.5 درجه‌ای نسبت به این محور داره و با این انحراف به دور خورشید میچرخه. این اولین نکته که باید راجع به زمین بدونید. نکته دوم، 2 تا محور زمین یعنی شمال و جنوب که زمین حول این محور به دور خودش میچرخه، جهتشون در کیهان همواره به یک سویه، به سوی مرکز کهکشان راه شیریه. خب و این جهت شمال که به اون سمت یا جنوب است، میخوام بگم شمال برعکس، خب هیچ وقت تغییر نمیکنه. اگه من این میکروفون رو خورشید در نظر بگیرم و این محور زمین باشه، زمین اینجوری به دور خورشید نمیچرخه، اینجوری میچرخه. این جهت شمال و جنوب همواره به یک سمت مشخصیه، مثل اون چیزی که توی تصویر دارید مشاهده میکنید. اینم نکته دوم. و همین ثابت بودن این جهت باعث میشه
که زاویه دید ما نسبت به خورشید و زاویه تابش خورشید به زمین در نقاط مختلف در طول سال، یعنی در طول چرخش زمین به دور خورشید تغییر بکنه و این باعث به وجود اومدن اتفاقات متفاوتی در طول سال میشه. خب چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ بریم من این اسلاید هایی که براتون نشون میدم اسلاید هایی هستش که از در واقع پاورپوینت های گروه ناسه که راجع بهش صحبت کرده بودم. ناسه به اصطلاح شبکه جهانی صداشناسی مدارس و متشکرم از اینکه اسلاید هاشون رو در اختیار ما قرار دادن. چرا من اینو ببخشید اینو بیارم بالا. خب ما اگر بخوایم یک شبیه سازی از چرخش زمین به دور خورشید داشته باشیم میتونیم تصویر بهتری نسبت به این وضعیت داشته باشیم. اینکه چه اتفاقی میفته وقتی زمین داره به دور خورشید میچرخه با این انحراف و در حالتهای مختلف چون نمیاد در حالتهای مختلف وضعیت متفاوته. خب اولین نکته ما میتونیم برای درک بهتر یک تغییر جالب بدیم. ما به جای اینکه بیایم صفحه چرخش زمین رو ثابت در نظر بگیریم و زمین رو با 23.5 درجه انحراف، ما میایم زمین رو عمود در نظر میگیریم، صفحه رو 23.5 درجه، صفحه چرخش رو 23.5 درجه انحراف میدیم. خب این مقدار به درک بهتر ما کمک میکنه و از بالا انگار داریم کجکی نگاه میکنیم. خب اما یه درک بهتری رو ما میده. حداقل دو تا نیمکره‌های شمالی و جنوبی ثابت سر جاشونن و ما بهتر می‌بینیم. توی این تصویر همونطور که دارید می‌بینید ما یه لامپ این وسط داریم. خب 4 تا زمین در 4 نقطه که دو تاش دقیقاً مقابل همن، یکیش بالاتره یکیش هم پایین‌تره، حول این قرار دارن، مرکز خورشید و این 4 نقطه هم زمینن، عمود، اما با زاویه 23.5 درجه. یعنی ما اومدیم صفحه رو 23.5 درجه کج کردیم جایی که زمین 23.5 درجه کج باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب وقتی توی تصویر بعد نگاه بکنیم زمین توی تصویر سمت راست میتابه به خورشید، زمین چی گفتم یا خدا ساعت 2 شب از خستگی ببخشید وقتی خورشید میتابه به زمین همونطور که میبینید یه نیمکره از اون نیمکره دیگه روشن تره. در اینجا نیمکره جنوبی روز طولانی تری داره و نور بیشتری داره از خورشید میگیره، در حالی که نیمکره شمالی دقیقاً برعکس، روز کوتاه‌تر و نور کمتری از خورشید میگیره، بیشترش توی شبه برعکس نیمکره جنوبی. توی این حالت اصطلاحاً میگیم تابستان نیمکره جنوبی و تابستان نیمکره شمالی. آقای رکنی یعنی چی؟ مگه فصل‌ها در تمام نقاط زمین یکسان نیستن؟ نه خیر. آقای رکنی مگه وقتی زمین به خورشید نزدیک میشه مگه مدار بیضی نبود؟ گفتیم مدار بیضیه دیگه، مدار زمین به دور خورشید بله بیضیه. خب زمین یه وقتی نزدیکتره یه وقتی دورتره، خیلی کمه ها. مثلا نزدیکترین فاصله زمین به خورشید 149 میلیون کیلومتر، دورترین فاصله 151 میلیون کیلومتر، میانگین ما میگیم 152 میلیون کیلومتر فاصله است. در واقع که یعنی 2 میلیون کیلومتر هیچی نیست. خب مگه وقتی زمین به خورشید نزدیک میشه تابستون نمیشه، وقتی دور میشه زمستون؟ این چیزی بود که قبلا فکر میکردیم. نه خیر. ما امروزه میدونیم وقتی در نیمکره شمالی جایی که مثلا ما زندگی میکنیم تابستونه، در نیمکره جنوبی مثلا در آفریقای جنوبی در استرالیا زمستونه. برو چک کن، برو بپرس اگه دوستی چیزی اونجا داری. درسته؟ و بالعکسش وقتی در اونجا تابستونه در اینجا زمستونه. این نکته وجود داره. خب و هر آنچه که اتفاق روی زمین میفته به خاطر این 23 درجه انحراف در دو تا نیمکره به شکل متقارن و معکوس هم اتفاق میفته. توی این چند تا تصویر که دارید میبینید من براتون میذارم متوجه میشیم که دو تا نیمکره‌ای که توی خط قرار دارن
در واقع شبانه روز و اون سایه زمین در دو تا نیمکره کاملا برابره. به این دو تا حالت میگیم اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی. یعنی چی؟ یعنی خورشید داره مستقیم و عمود میتابه به استوای زمین و دو تا نیمکره رو همزمان با هم روشن میکنه. یه نیمکره شمالی و جنوبی دیگه فرقی نمیکنه. 12 ساعت شب داریم، 12 ساعت روز تو کل زمین. دو بار این اتفاق میفته. دو بار زمین از این دو تا نقطه رد میشه. یک بار 1 فروردین، به تقویم ما چقدر دقیقه، چه خوشگل ساخته خیام. 1 فروردین روز اول سال، یه بار 1 پاییز، 1 مهر، اعتدال پاییزی. توی اون دو نقطه دیگه یه بار زمین در نقطه قرار داره که در نیمکره شمالی حد اکثر و بیشترین مقدار نور رو از خورشید میگیره. قطب شمال زمین کاملا در روشناییه، یعنی این زمین الان بچرخه اصلا قطب شمال توی شب نمیره، کامل روزه، و قطب جنوب زمین کامل در شبه. اونجا که زمین در قطب شمالش روز کامل و بیشترین نور از خورشید میگیره، نیمکره شمالی تابستونه و برعکسش نیمکره جنوبی زمستونه. در اون روز انقلاب تابستانی، انقلاب به معنای اوج گرفتن، در نیمکره شمالی رخ میده و برعکسش در نیمکره جنوبی انقلاب زمستانی رخ میده. پس اینکه ما الان داریم جشن تیرگان یا انقلاب تابستانی خودمون رو جشن میگیریم، در نیمکره جنوبی دارن انقلاب زمستانیشون رو جشن میگیرن. طولانی ترین شبشون و کوتاه‌ترین روزشونه. ما اینجا دقیقاً معکوس همدیگه این در دو تا نیمکره. خب اینو داشته باشید تا اینجا. یه راه حل دیگه آزمایشیه به نام زمین موازی. یعنی چی زمین موازی؟ به این تصویر دقت بکنید. ما یه توپو روی توپ بزرگتر گذاشتیم و از یک منبع نور ثابت به این دوتا نور تابوندیم. می‌بینید نوع روشنایی و سایه که می‌بینید برای جفتشون یکیه. یعنی اگه ما توپ بزرگ و معادل کره زمین در نظر بگیریم، توپ کوچیک و معادل مثلا یک کره زمین روی زمین، این کره جغرافیایی در نظر بگیریم، وقتی خورشید داره میتابه به هر دو داره یکسان میتابه. همونجوری که داره زمین بزرگ رو روشن میکنه، این زمین هم با همون شکل روشن میکنه. پس ما میتونیم از این استفاده کنیم، انگار این زمینه رو یه جوری بچینیم، زمین جغرافیایی خودمون رو روی زمین، که انگار داریم به اصطلاح از بالا به زمین نگاه میکنیم. راه حلش من زمین رو چجوری بذارم که درست باشه؟ خیلی ساده است. یک، قطب شمال زمین، کره جغرافیاییمون دقیقاً مثلا به شمال باشه، با قطب نما. الان همه گوشیام دارن، کمپس میگیری به سمت شمال. دو، مکانی که خودت زندگی میکنی رو در نوک زمین، در بالای بالا قرار بده، انگار که خودت در اون سطح ایستادی، موازی با سطح ایستای خودت. ساده است. خودتو بیار دقیقاً در بالاترین نقطه. یه آدمه که اونجا مثلا میذاره که انگار این منم ایستادم. خب خودت شبیه سازی میکنی دیگه. حالا خورشید دقیقاً همون طوری داره به این زمین تو میتابه که انگار داره به زمین واقعی همونطوری میتابه. دقیقاً یکسان. حالا بیا این آزمایشو در 4 زمانه یا در زمانه مختلف، در انقلاب تابستانی، در انقلاب زمستانی، در اعتدال پاییزی، اعتدال بهاری چک بکن، ببینی که دقیقاً مثلا این سایه مثلا نیمکره مثلا قطب شمال واقعا میره توی سایه قطب شمال، واقعا میره روز، مثلا هر چقدر این به چرخه قطب شمال شب نمیشه و همه اینها. اون برابری 12 ساعت شب و روز توی اعتدالی نمیتونی به راحتی ببینی. پس راه حل های مختلفی وجود داره، اما بریم سراغ آسمون. ماها، حالا ما که میگیم ما مردم عادی، متاسفانه امکانات فضانوردی نداریم. از کجا بتونیم اینو بهتر بفهمیم؟ ما انسان‌های گذشتن وقتی نگاه می‌کردن برای که بتونن این روزها رو به دست بیارن، حکیم عمر خیام برای که اینو به دست بیاره، با مشاهده وضعیت خورشید توی آسمون، با طلوع و غروب خورشید توی آسمون و جابجایی خورشید توی آسمون، ما این 23 درجه و تغییر زاویه تابش خورشید رو توی آسمون فقط متوجه میشیم. یعنی نمای ما بر اساس تغییر موقعیت خورشید توی آسمونه. خورشید سر جاشه ها، زاویه ما نسبت به اون داره تغییر میکنه. با این تغییرات ما در طول سال متوجه میشیم که
خورشید داره جابجا میشه و فصول دارن تغییر میکنن. خب از کجا اینا بفهمیم؟ به چیه خورشید نگاه کنیم؟ آها، یک، اول به محل طلوع یا غروب خورشید از یک نقطه ثابت نگاه کنید. من خودم یک کافه دارم توی بوشهر روبروی دریا، دقیقاً لب دریا. از در کافه همیشه موقع غروب دارم خورشید رو نگاه میکنم، در طول سال دارم میبینم. آیا خورشید هر روز و هر ماه و تمام طول سال از یک نقطه غروب میکنه؟ من طلوعش هم مطمئنم متفاوته دیگه، من غروب مثلا من اینجا دارم مبنا در نظر میگیرم. آیا از یک نقطه غروب میکنه؟ خیر. من که از دم در که وایسادم همینجوری نگاه میکنم، یه روز لبه ستونیه، یه روز این ورتره، یه روز اون ورتره، ستون اونوریه، داره تغییر میکنه در طول سال. اما یک محدوده مشخص داره. به این محدوده میگیم دایره البروج یا منطقه البروج. منطقه‌ایه که خورشید در طول سال توی اون قرار داره. ما خارج از این منطقه نمیتونیم خورشید رو ببینیم. حالا این منطقه کجاست؟ بعد با نرم افزار بهتون نشون خواهم داد. خب نکته که وجود داره اینه که ما برای اینکه شناختی از وضعیت خورشید توی آسمون داشته باشیم، باید آسمون رو بهتر بشناسیم. باید یک تقسیم بندی خوبی توی آسمون داشته باشیم علاوه هندسی، وقتی خورشید توی اون جابجا میشه گیج نشیم. خب اینا چجوری میتونیم انجام بدیم؟ کاری که در گذشته انجام دادن، می‌دادن کره آسمون یا کره سماوی رو ثابت در نظر می‌گرفتن، خب و خطوط و شکل‌های هندسی رو روش ثابت در نظر می‌گرفتن و با جابجاییشون روی زمین متوجه می‌شدن که این خطوط داره زاویه دید ما نسبت بهش تغییر می‌کنه. یعنی چی آیره؟ خب گفتیم زمین یه محور شمال داره، محور جنوب. خب من محور شمال زمین رو دقیقاً امتداد میدم توی آسمون، فرض میکنیم انقدر میره جلو، توی نقطه از آسمون بالاخره قطع میشه دیگه. اون نقطه میشه محور چرخش آسمون. در واقع محور چرخش زمین ها، ما آسمون رو اسم میکنیم داره میچرخه، در واقع زمین داره میچرخه نه آسمون. اون نقطه که محور شمال آسمونه در نزدیکیش با فاصله خیلی کم یک ستاره قرار داره، نام ستاره قطبی. ما ستاره قطبی و محور چرخش آسمون ثابت در نظر میگیریم. آسمون چی شد؟ حول ستاره قطبی داره میچرخه. جنوب آسمون هم همینه، محور جنوب داریم، آسمون حول میچرخه. متاسفانه نزدیک اون ستاره‌ای نیست، واسه همین دشتش در برای نیمکره جنوبی آسمون سخت. حالا تو اون جلساتی که راجع به آسمون صحبت میکنن بیشتر اینا رو باز میکنن. خب زمین یه استوا داره، یه خط استوا هم داره که زمین رو دقیقاً به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم کرده. این استوا هم بکشیم توی کره آسمون از هر طرف 360 درجه توی نقطه آسمون قطع میکنن دیگه. میشه استوای سماوی، استوای آسمون. اگه این قطب شمال آسمون باشه، اینم استوای سماوی باشه، این دو تا با هم دیگه همونطور که روی زمین 90 درجه اختلاف دارن، برید چک بکنید کره سماوی هر چه دارین، استوا با قطب شمال یا جنوب 90 درجه اختلاف دارن. توی آسمون هم دقیقاً به همین شکل. ستاره قطبی با محور استوای سماوی، خط استوای آسمان 90 درجه اختلاف داره. خورشید همواره این خط استوای سماوی که میگم دقیقاً از شرق شروع میشه و در غرب تموم میشه. خورشید همیشه اطراف این خطه. آیا همیشه روی این خطه؟ خیر. میریم با نرم افزار میبینیم خورشید گاهی از این خط به سمت شمال حرکت میکنه، گاهی میاد روی این خط و گاهی به سمت جنوب. یه پاز بریم سراغ بخش دوم با نرم افزار. خب بریم سراغ قسمت دوم روی نرم افزار استلاریوم. همونطور که روی تصویر میبینید یک جلسه بعداً حتما برای آموزش نرم افزار استلاریوم خواهیم داشت و مفصل کار با این نرم افزار بسیار خوب رو بهتون آموزش میدم. خب من اینجا شبیه سازی محیط اطراف و آسمون اطرافم رو دارم. همونطور که میبینید دقیقا من روی سطح یک زمینی هستم و در اطرافم آسمون رو میتونم ببینم. قابلیت تنظیم داره. مکانم رو من شهر بوشهر انتخاب کردم، جایی که زندگی میکنم. اینجا میتونید تغییر بدید، هر شهری که هستید، هر جایی که هستید، یا اینجا سرچ بکنید یا در عرض جغرافیایی
که مثلا دارید یا مختصات رو کامل وارد بکنید توی این قسمت و مکان رو تغییر بدید. زمان هم که یه ریل تایم داره، همین الان میتونید زمان رو هم یا از این طریق تغییر بدید یا از اینجا سرعت حرکت رو کم یا زیاد بکنید. خب بریم سراغ چیزی که راجبش صحبت کردیم. من گفتم ما در آسمون یک محور شمال داریم که یک ستاره از کنارش میگذره که اصطلاحاً بهش میگیم ستاره قطبی. این محور شمال آسمون، دقیقاً این نقطه محور چرخش آسمون در واقع هستش و ستاره قطبی تقریباً چسبیده به این محور پولاریس یا ستاره قطبی که فعلا کاری باش نداره. من اگه سرعت حرکت رو زیاد بکنم، همونطور که میبینید آسمون انگار داره حول این ستاره میچرخه. خب و طلوع خورشید به این سر جاشه و همچنان خورشید هم طلوع کرده، ما دیگه نمیبینیمش. خب پس این محور چرخش آسمون. دیگه چی گفتیم؟ گفتیم یک چیزی داریم دقیقاً به فاصله 90 درجه از ستاره قطبی یا محور شمال آسمون که دقیقاً از شرق شروع میشه، میره 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 و در غرب هم تمام میشه. در ادامه زمین رو حذف بکنم میبینید که تا زیر زمین هم رفته. خب من الان اون نیمه این کمان رو میتونم ببینم که بالای سرم هستش. نمیتونم ببینم، نمیتونم تصور بکنم، دیدنی که نیست، این چیزی که من دارم فرض میکنم. خب میگیم استوای آسمان یا استوای سماوی امتداد استوای زمین توی آسمان هستش. خب من با این تیکه کار دارم. حالا یا مبنام رو طلوع در سمت شرق آسمون یا غروب در سمت غرب آسمون قرار میدم و میرم زمانهای مختلف سال رو بررسی میکنم. از بهار هم شروع میکنم که متوجه بشید خورشید دقیقاً کجا قرار داره. و دو تا نکته رو هم بعد گفتم، یکیش مبنامون طلوع یا غروب خورشید، مکان طلوع غروبه. یه مبنای دیگه هم داریم که توی این قسمت راجبش صحبت میکنم. بریم روز 1 فروردین. 1 فروردین تقریبا میشه معادل 21 مارچ و من بیارم اینجا ساعت اینجوری بهتره، خورشید رو بتونیم قشنگ‌تر ببینیم. بیارمش عقب‌تر به لحظه طلوع خورشید رو دقیقاً از سمت شرق ایست داره طلوع میکنه و وقتی حرکت میکنه توی آسمون روی همین خط استوای سماوی اصلا روی خط جابجا نمیشه تا موقعی که غروب میکنه روی این خط قرار داره. درسته؟ خب پس این شد روز اول بهار. بریم سراغ 1 ماه بعد. 21 مارچ بریم 21 اپریل. چی شد؟ یکم اینورتر داره طلوع میکنه ها. بله. به کدوم سمت داره میره؟ به سمت شمال. سمت شمال آسمون داره میره. مگه میشه؟ این شده دیگه. بریم می، خرداد، 1 خرداد. این هنوز اومد به سمت شمال تر. تا چقدر شمال میره؟ 1 تیر. از این نقطه اگه من اینو یه زاویه بگیرم از مرکز زمین به این ور، حدود از محلی که هستم به این تیکه و به این تیکه حدود چند درجه است به نظرتون؟ میگم فکر کنید. 23.5 درجه است.
23 و نیم درجه حدودا. حالا دقیقا 23 درجه نیست ولی من حدودا میگم 23 درجه. معادل محور انحراف زمین اومده به سمت شمال. چه جالب. خب این دقیقاً همون روزیه که در نیمکره شمالی جایی که ما قرار داریم انقلاب تابستانی یعنی یک تیر داره اتفاق میفته. خب این یعنی چی آیرتمی؟ خب این چه فرقی میکنه با بقیه روزا؟ خب اگه یادتون باشه روز 1 فروردین وقتی خورشید می اومد بالا حد اکثر ارتفاعی که می گرفت توی آسمون حدوداً اینجاها بود. انقدر ارتفاع می گرفت. یه ذره بیارمش عقب که دقیقاً ببینید سمت جنوب که نگاه بکنیم حد اکثر ارتفاعی که میگیره انقدره و کمان حرکتش یه کمان مشخصی کوچیک‌تر. خب روز 21 جون یا 1 تیر ببین چه ارتفاعی میگیره توی آسمون ساعت 12 ظهر و کمان حرکتش توی آسمون چقدر بزرگتره. یه بار از لحظه طلوع رصدش بکنیم. این یعنی چی؟ خب روز طولانی تره. در هر چه به سمت 1 تیر میرفتیم این داشت به شمالی تر میشد، کمانش بزرگتر میشد، روز طولانی تر میشد تا برسه به این روز که طولانی ترین روز و کمترین شب رو ما داشته باشیم. چرخه زمین به خودش 24 ساعت دیگه. هر چقدر روز طولانی تر بشه از ما برعکس شب کوتاه‌تر میشه. خب آقای رکنی یعنی میگی اگر من این تایم رو ادامه بدم از 21 جوان برم به سمت مثلا 21 جولای بعد خورشید باز بره به سمت شمال دیگه؟ نه دیگه، زمین دوباره داره برمیگرده. یادتون باشه تو اسلاید اول به سمت نقطه اعتدال. کجا اومد زمین؟ دوباره داره حرکت میکنه بیاد به سمت استوای سماوی. یه ماه بعد اول شهریور و 1 مهر خورشید دوباره کجا اومد؟ دوباره اومد عین روز 1 فروردین روی خط استوای سماوی دقیقاً در شرق و دقیقاً در غرب غروب میکنه. دیگه نمیخواد بهتون نشونم بدم، عین همونه. خب اگه برم جلوتر چی؟ به کدوم سمت حرکت میکنه؟ 1 آبان به سمت جنوب. 1 آذر هنوز جنوبتر؟ بله. آقای رکنی شب یلدا 1 دی چی؟ حد اکثر فاصله جنوبی 23.5 درجه از استوای سماوی به سمت جنوب. چه اتفاقی میفته؟ بیایم امروز هم با هم دیگه ببینیم کمان حرکت خورشید وقتی ساعت 12 ظهر میاد دقیقاً در بلندترین ارتفاع خودش این حد اکثر ارتفاعش 1 دی شب یلدا. حالا گم یه روزی مبر خیلی فرق نمیکنه. نگاه 1 فروردین و 1 مهر اینجا بود دیگه، 1 تیر اینجا بود دیگه، 1 دی اینجاست. قوس کمانش رو ببینید چقدر کوچیکه. پس روز ما چی میشه؟ کوتاه میشه و شب ما طولانی‌ترین شب سال رو اون روز تجربه خواهیم کرد. یه نکته دیگه هم بگم، شما عین همین رو مثلا یه بار دیگه این ارتفاع رو در که توی تابستون دوباره حرکت میکنم به سمت فروردین. یک فروردین خورشید روی استوای سماوی
میاد بالا، حد اکثر ارتفاع، دوباره اعتدال پاییزی، انقلاب تابستانی، اعتدال پاییزی، انقلاب زمستانی. همینجوری توی این محدوده اطراف استوای سماوی میره میاد. این همون دایره البروج منطقه البروجی که راجع بهش صحبت کردیم. شما هیچ وقت خورشید اینجا نمیبینید. خب هیچ وقت خورشید رو اینجا نمیبینید. همواره توی همین مسیر در حال چرخیدن به دور، در واقع توی آسمون داره چرخیدن زمین داره. خب یه نکته دیگه هم بگم، بد نیست اگه همینو توی ارزهای جغرافیایی دیگه هم بخوایم تست بکنیم، هیچ تغییری نمیکنه. من ارز جغرافیایی مثلا میارم از بوشهر 28 دارم میکنمش 60 درجه، کشور شمال با روسیه مثلا. خب چه اتفاقی میفته؟ یک، ستاره قطبی که محور چرخش زمین بود خیلی اومد بالا. چند درجه اومد بالا رکنی؟ 60 درجه. به اندازه ارز جغرافیایی که دقیقاً شما جابجا شد. توی بوشهر ارتفاع زاویه‌ای از زمین اصطلاحاً آلتیتیودش 28 درجه است. توی ارز جغرافیایی 60 درجه 60 درجه. توی ارز جغرافیایی 40 درجه 40 درجه است. دقیقاً مساوی با هم. همینطور که این اومده بالا، ستاره قطبی از اون ور استوای سماوی خوابیده. یا خدا اشتباه کردم. ببخشید. استوای سماوی همینجوری خوابیده. اما خورشید همچنان روی استواست. از زاویه دید اون کسی که در ابر جغرافی 60 درجه زندگی میکنه هیچ تغییری نکرده. توی همون جای آسمونه زاویه دید ما با جابجایی روی زمین تغییر کرده. همین. یعنی من اگر اینجا توی این ابر جغرافیایی هم زمان رو تغییر بدم، میبینید که میاد پایین. ببینید چقدر اونجا خورشید توی زمستون میاد پایین، انقدر حرکتش طلوع و غروبش کوتاهه، یا اصلا تقریبا روز خیلی کوتاهه. نگاه کن، میاد بالا یه کوچولو، سری غروب، همه شبه. حالا بعدا توی نرم افزارتون نشون میدم چجوری نقطه‌ای کاملا شب و کاملا تاریک، این بحث جداییه. پس من میتونم اینو توی ماه‌های مختلف، توی ارزهای جغرافیایی مختلف، در زمان‌های مختلف داشته باشم و اینو بررسی کنم و حرکت خورشید رو ببینم. پس اتفاقی که داره میفته اینه که الان دقیقاً در جایی که ما زندگی میکنیم، در روز 1 تیر، خورشید توی این فاصله، حالا نمیدونم این ویدیو پخش بشه دقیقاً 1 تیره، 2 تیره، 3 تیره، ولی خب تفاوت آنچنانی نمیکنه خیلی تا چند روز اول و اینها. توی این فاصله از استوای سماوی طلوع میکنه، با یک کمان بسیار بزرگ توی آسمون حرکت میکنه، بیشترین ارتفاع رو موقع ظهر میگیره و بعد در شمالی ترین نقطه ممکن غروب میکنه. در هر جایی که هستید این اتفاق میافته و هیچ تفاوتی نمیکنه. طولانی ترین روز خودتون رو تجربه خواهید کرد. امیدوارم که این بخشم براتون مفید بوده باشه. یه پاز دیگه بزنیم بریم سراغ بخش بعدی، راجع به جشن تیرگان صحبت بکنیم. متشکرم. خب درود بر شما، متشکرم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که دوست داشته باشید و اگه تا اینجا اومدید بازم خواهش میکنم اگر دوست دارید لایک، سابسکرایب و با کامنتاتون منو کمک بکنید، فراموش نشه. بریم سراغ بخش سوم. ما انقلاب تابستانی کامل گفتیم. حالا چون تقریبا مصادف با این موضوع، راجع به جشن تیرگان هم صحبت بکنیم. یه نکته بگم، ما جشن‌های باستانی ایرانی زیادی داریم. خب و ایرانیان باستان قومی بودن که به شادی اهمیت فراوانی میدادن. توی بین این جشن‌ها همواره یک سری نقاط مشترکی دیده می‌شده
که نجوم یکی از این نقاط مشترک جشن هاست. یعنی چی؟ یعنی تقویمی که داشتن و اتفاقات نجومی براشون فال نیک بوده و توی این بین 4 در واقع تایم اصلی نجومی، یعنی اعتدالین و انقلاب بین، براشون از همه مهمتر بوده و جشن‌های خیلی مفصلی می‌گرفتن. ما در روز 1 فروردین نوروز رو داریم در اعتدال بهاری، در 1 تیر جشن تیرگان رو داریم، در 1 مهر مهرگان و شب جشن یلدا در روز شب 1 دی‌ماه. خب هر کدوم از اینها آیین خودشو داره، تاریخچه خودشو داره. ما میخوایم یه کوچولو راجع به جشن تیرگان صحبت بکنیم. راجع به جشن تیرگان اولا راجع به تاریخش روایت‌های مختلفی. الان من ممکنه اینو بگم بعضیا بسیار به اشتباه برداشت کنن. راجع به جشن تیرگان اگر بخوام صحبت بکنم، یه روایت میگه که دقیقاً روز انقلاب تابستانیه، ولی اینجوری نبوده. روایت دیگه میگه که از روز انقلاب زمستانی تا روز 13، بعضی روایت‌ها میگن روز 13 تیر ماه این جشن بوده، یه روایت میگه بین 10 تا 13. فرق نمیکنه. این جشن تقریبا فراموش شده، نه اینکه دیگه برگزار نمیشه. چرا؟ الان توی ایران خوشبختانه در روستاها و برخی از مناطق استان مازندران، کردستان و جاهای دیگه برگزار میشه و اونا حالا با شرایط خودشون بر مثلا اون آیین سنت خودشون ممکنه توی روز به خصوص اینو برگزار کنن، ولی همین هول و هوش اوایل تیر ماه و نزدیک به انقلاب تابستانی. من فرض میگیرم که هم مثلا روز انقلاب تابستانی باشه و این جشن هزاران سال داره برگزار میشه. ما میدونیم در زمان هخامنشیان برگزار میشده، در زمان ساسانیان برگزار میشده. روایت‌هایی هست میگن برخی از این جشن‌ها ممکنه در زمان مادها، یعنی پیش از اون هم برگزار شده باشه. پس جشن مهمیه، جزو جدا نشدنی از فرهنگ، تاریخ و آیین ماست و تمام این جشن‌ها پر از زیباییه، پر از نکاتیه که واقعا میشه ساعت‌ها نشست و راجعشون صحبت کرد. من میخوام مختصر راجع به این صحبت بکنم. بریم سراغ تاریخچه جشن تیرگان. 2 تا روایت کلی وجود داره، من هر دو رو میگم. 1 میگن تیرگان برگرفته شده از تیر آرش کمانگیر، یعنی روزی بوده که آرش کمانگیر اون تیر معروف رو پرتاب کرد و این جشن مثلا ملیه برای پاسداشت این جانفشانی که آرش کرد. در افسانه‌های ایرانی ما داریم که زمانی که ایران و توران سالهای خیلی طولانی در جنگ‌های طولانی در شاهنامه هم داریم، بخش مفصلیش جنگ‌های ایران و توران هستش، با هم می‌جنگیدن. در یک جایی در زمان پادشاهی منوچهر، زمانی که منوچهر و افراسیاب پادشاه توران، منوچهر پادشاه ایران با هم دیگه می‌جنگیدن، ایرانیان شکست سنگینی می‌خورن و قرار بر این میشه که مرز ایران تغییر بکنه و توران، یعنی افراسیاب، برای تحقیر ایران میگه شما بیاین برای که مرزتون مشخص بشه هر جا که شما بگین یک تیری رها بکنین در کوه، از کوه البرز. حالا بعضی میگن از آمل بوده، بعضی میگن از کوه البرز، حالا دقیقاً محل کنی شد نمیدونم دقیقاً کجا بوده که ما میگیم رشته کوه البرز. میگه بیاد تیری پرتاب بکنه و به اصطلاح عرضم به خدمتتون مرز ایران رو مشخص میکنه که میگن منوچهر میره سراغ خدای ایزدبانوی زمین، سپندار مز، که ما داریم جشن سپندار مزگان هم داریم، ایزدبانوی زمین در زمان ایران باستان، که اون میاد آرش رو انتخاب میکنه. حتی میگن آرش بدنش رو به سپاهیان نشون میده، میگه ببین من هیچ جراحتی ندارم، من کاملا آماده‌ام و قوی‌ام، و تیری به آرش میده و آرش از بالای کوه البرز با تمام وجودش جانش رو در پشت این تیر میذاره و این احساس که تیر من قرار مرز کشورم رو مشخص بکنه، پس من تا اون جایی که میتونم باید این تیر رو دور بندازم و تمام جانش رو
در پشت این تیر میذاره، این تیر رو پرتاب میکنه. در روایت‌های هست میگن هفته ها این تیر در هوا بوده، بعضی میگن یه روز، مثلا میگن روز 12 تیر اینو پرتاب کرده، مصادف با روز تیر کوچک، تیرگان کوچک، و تیرگان بزرگ روز 13 که بالاخره این تیر بعد از عبور از کوه و دریا و همه چی در حاشیه رود جیهون بر تنه یک درخت گردویی فرود میاد و اونجا رو مرز ایران و توران مشخص میکنن. و این افسانه زیبایی است که نماد بسیار قشنگیه و هر ایرانی که راجع به آرش کمانگیر صحبت میکنه به خودش میباله. و بسیاری جشن تیرگان رو برگرفته از داستان آرش کمانگیر و تیر آرش میدونن. اما روایت دیگه مربوط به تیشتر، ستاره باران آور یا الهه باران آور در اون زمان بود در باور مردم، و به پاسداشت آب، اهمیت آب در اون زمان که گرمترین روز مثلا محسوب می شده این رو جشن می گرفتن. و چند تا آیین داشته بر اساس این نظریه به اصطلاح تیشتر که معتبرتر هم هست، یعنی اون کسانی که مورخ هستن و یا باستانشناس هستن اینها این نظریه رو بیشتر تایید میکنن که مربوط به نکوداشت تیشتر، الهه باران بود. و توی این به اصطلاح جشن که حالا چه یه روز بوده چه چند روز بوده، توی این جشن آیین‌های مختلفی بوده. یکی آیین آب پاشی، مثل مراسم آب پاشی هست که تو کشور دیگه بوده، این برمیگرده به ایران. یعنی در جشن تیرگان روی همدیگه آب میپاشیدن و با این آب پاشی آب رو نکو می‌داشتن، با آب خودشون رو پاکیزه می‌کردن و امید به این داشتن که در ادامه سال آب بیشتری دریافت کنن و باران بیشتری براشون بباره. پس این جشن آب پاشی هم از اینجا میاد، از تیرگان ایرانی میاد که الان مثلا توی ارمنستان برگزار میشه، تور براش میذارن، کلی هزینه میکنن، از ایران میاد. یه رسم دیگه فال کوزه است، خیلی جالبه. یک بانوی رو انتخاب میکردن و یک کوزه‌ای به نام چکدوله یا اشتباه نکنم یا دوله به اصطلاح بهش میدادن که این بانو میره از یک آب خیلی پاک این کوزه رو پر میکنه، یک دستمال سفید روش میکشه. کسانی که آرزو دارن میان و یک یادگاری، یه مثلا غنیمتی، یک انگشتری، هر چیزی که دارن توی این کوزه میندازن. فردای اون روز زیر یک درخت سبز، مثلا سرو یا کاج یا هر چیزی، این بانو میاد و بزرگان میان شروع میکنن با آواز خوندن و اون کسی که مثلا پیر یا بزرگ اون منطقه بوده میاد بعد از خوندن آوازها دست میکنه از داخل کوزه و یکی از این نمادهایی که داخل کوزه بوده رو در میاره. و این متعلق به هر کسی بوده، میگن آرزوی تو برآورده میشه، هر آرزویی داشته باشی برآورده میشه. و خب این نمادی بوده که تو این بوده. خب به هر حال الان متاسفانه جشن تیرگان، جشن دیگه هم داریم، مهرگان داریم، یلدا، نوروز، آبانگان، آذرگان، برای هر ماه جشن‌هایی بوده و این چهارتای اصلی هن. فرهنگ ما همینه، فرهنگ ما پر است از این رویدادها و جشن‌های زیبا، آداب و رسومی که من توی ویدیو معرفی خودم گفتم ما این جشن‌ها رو وقتی که اومدیم در سطح بین‌المللی برگزار کردیم، اونها از ما گرفتن این جشن، گفتن اینقدر خوبه ما می‌خوایم برگزارش بکنیم، خودمون میشیم میزبانش. یعنی از ایران هم گرفتن اینا، خودمون رو خواستیم بدیم چون اینجا کسی از ما حمایت نمی‌کرد. بالاخره این جشن‌ها زنده باشه و در سراسر دنیا اجرا بشه. و امیدوارم که جشن‌های تیرگان و مهرگان هم به جشن‌ها، حداقل این دو تا جشن هم به سایر آیین و رسوم ما علاوه بر نوروز و یلدا اضافه بشه و ما آیین و سنن خودمون رو بیشتر پاس بداریم. متشکرم از توجهتون، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. قطعا دوباره برمیگردم با یه ویدیوی دیگه و کارمون رو ادامه میدیم. مرسی از توجهتون، خیلی دوستتون دارم.
روزتون بخیر، شبتون بخیر، هر جا که هستین موفق و سربلند.